гарчанде дар баргузории тӯи маъракаҳо мардум аз сарфи хароҷоти беҳуда худдорӣ менамоянд, вале ҳастанд ҳолатҳое ки боиси вайрон шудани бандҳои алоҳидаи қонун мегардад. ضمن یک عملیات مشترک کارمندان بخش عاید به کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی شهر ترسونزاده که در همدستی با کارمندان شعبه‌چه بازرسی دولتی اتومبیلی شعبه کارهای داخلی شهر ترسونزاده گزارنده شد، دو قانونشکنی را در سمت از معیار زیاد تشکیل نمودن حرکت گروهی اتومبیل‌ها آشکار نمودند. شهروندان در برابر آن که به قانونشکنی راه دادند، بر ضمن این به کارمندان مسئول مقامات میلیسیا اطاعت نکردند که در نتیجه چاره‌های فوری اندیشیده شد. شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی شعبه کارهای داخلی شهر ترسونزاده بر اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها از 8 میلیون 2007 سال در یک جایگی بود. شعبه تنظیم شهر ترسونزاده در هر هفته روزهای معین ریت‌های مشترک گذرانده می‌شود. نسبت قاعده ویران کنندگان در اساس ماده 328 کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان موادهای ماموری ترتیب داده می‌شود و نسبت قاعده ویران کنندگان نیز از طرف بخش تنظیم چاره‌های قانونی دیده می‌شوند. تا قبول قانون بودند شهروندانی که از سنت‌های مردمی و ملی سوء استفاده نمودند، آنها را چون واسطه خودنمایی، شهرت پرستی، به دست آوردن آبرو و حتی مرتبه و مقام استفاده می‌نمودند. گرچه چنین خودنمایی و اسرافکاری‌ها امروز کم به نظر می‌رسند، ولی در راه رسیدن به هدف نهایی رابطه عالی کشور که تامین زندگی شایسته میباشد، باید هر یک فرد وطندوست در راه تطبیق این قانون ملی سهمگذار باشند.